بنابر گزارش اشکول پرس، اولین کنسرت R&B رپ در تهران با حضور مسئولان محترم امر و مقامات لشکری و کشوری و مقامات دیگری مانند قاضی مرتضوی و 2000 نفر از امت شهید پرور و هیجان زده و طرفداران موسیقی رپ برگزار شد و خوانندگان رپ مانند احسان غیبی و محمد بیباک برنامه‌های خود را اجرا نمودند. یکی از مقامات حاضر در صحنه این مراسم اعلام کرده که رپ ریشی در رجزخوانی‌های صدر اسلام داشته و اولین کسانی که رپ خوندن و پوززنی کردن و زدبازی درآوردن اینا کسایی بودن که در جنگ احد به عنوان اعراب می جنگیدن و اولین رپ واقعی در تاریخ رپی بوده که یکی از این سربازا یعنی از این جنگندگان مجاهدین در جنگ احد اجرا کرده، یعنی اونجا اومده رجز خونده شده رپ. قرار است که از مقامات بین المللی نیز اعلام بکند که به زودی قرار بزرگترین کنسرت رپ ضد آمریکایی در ایران برگزار شده و حاج آقا امین آبادی، امینم سابق، حاج یوسف آلبان، دکتر آلبن سابق، محمد صادق چکش، امسی همر سابق و 50 تومن یعنی 50 سنت سابق در آن به هنرنمایی و آکروبات و سخنرانی علیه آمریکا بپردازند. خبر ما در اینجا به پایان رسید.